شهرام جان پسر خوبم سلام، حالت چطوره؟ امروز یاد خیلی وقت پیش ها افتادم. اون وقتا که تو کوچیک بودی هنوز بلد نبودی راه بری. اون روزا که منم پیش تو بودم و با هم بازی میکردیم، بیرون میرفتیم و تو تازه داشتی حرف زدن یاد میگرفتی. شکوفه سخی هستم. من حکم 5 سال داشتم. 3 سال هم اضافه تر موندم. 8 سال مجموعاً در زندان موندم. یادت شهرام جان وقتی 1 سالت بود تابستون با هم دیگه با مامان پروین و بابا جون دادا جون رفتیم شما لب دریا بزرگ عکس گرفتیم. نامه‌های زندان و نامه‌های مخفی رو تنها چیزایی بود که با خودم از کوه رد کردم. همراه پسرم. نامه‌ها زندگی زندانه. 8 سال زندان برام مهم. ای عشق نانی ای عشق نانی که به من میگفتند پوشیده به زیوره سخن میگفتم. من مهدی اصلانی هستم. بیش از 10 هست که از ایران خارج شدم. این گشتای سارالله رسید و از این تویوتاها پرت کردن اون پشت پای پتوی سربازی و بردن کمیته زنجان و بعد کمیته بهارستان و کمیته بوشک و بعد دیگه این روند حدوداً 5 ساله زندان رو ما آغاز شد از همون روز. Because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. من توی محله‌ای زندگی می‌کردم که محلات متوسط روی پایین و به اصطلاح جنوب شهر بود و بیش از اون که ما توی کتاب‌ها و توی دروس و به طور آکادمیک با ناعدالتی آشنا بشیم، ناعدالتی رو لمس می‌کردیم در محیط زیستگاه خودمون و محله‌ای که بودم. و خب یکی از اصلی ترین دلایلی که نسل من اساساً پرت شد به میونه انقلاب، میونه آتش و دود رو در همین میبایستی جستجو کرد. تعداد زیادی جوان دانشگاه رفته بودن و فکر میکردن که بایستی توی سرنوشت مملکتشون سهیم باشن و هیچ فضایی برای به حساب این مشارکت وجود نداشتش. جعفر بهکیش هستم. 54 سالمه. من سال 56 دانشگاه تبریز قبول شدم در رشته مهندسی مکانیک و سال 57 سال اول دوم دانشگاه بودم. بخش دیگهش به تاثیر از جنبش جهانی که وجود داشتش، چه جنبش جوانان و دانشجویان توی غرب، توی کشور اروپای غربی و آمریکا و همینطور جنبش چریکی توی آمریکای لاتین. همه اینا به نظر من دست به دست همدیگه میدادش تا اینکه اینها به این نتیجه برسند که لازمه که به یک اقدام خیلی حاد و رادیکالی دست بزنن. من فکر می‌کنم که اون چیزی که بیشتر ما میدونستیم این بودش که داشتیم بر علیه چی انقلاب میکردیم.
حس اینه که شاه سرکوبگره، شاه دیکتاتوره. ما تمام بلایا رو در دوران نظام پیشین، هر اتفاق نامطبوع و هر بلایایی رو، حتی سیل و زلزله رو می‌انداختیم به پای شاه. روی ریلی قرار گرفت جامعه ایران و روز به روز رادیکالتر شد و آقای خمینی هم با زیرکی تونست این امید رو ایجاد بکنه در جامعه ایرانی و اونها رو در واقع به سربازان خودش بدل بکنه. منجر به اون چیزی شد که ما ته یک تونلی رفتیم، که تونل سیاه و وحشتناکی رفتیم که در واقع انتهای تونل رو کسی نمیتونست حدس بزنه که به کجا ختم میشه. برای اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را آباد میکنیم و آخرت را. من در سال 57 سرباز بودم، در همدان خدمت میکردم. جز اولین دسته سربازانی هم بودیم که به فرمان به اصطلاح خمینی پادگان رو ترک کردیم. درست شبی بود که هیچ خاطرم نمیره، شبی بود که عکس امام در ماه نمایان شد. همه در واقع ما ماه زدگان به نوعی امام رو در ماه جستجو میکردن. اون شبی بود که من به همراه 13 تن از دوستانم در یک شب یخزده و برفی توی همدان از پادگان فرار کردیم که به صف انقلاب بپیوندیم. رفراندومی که توی بهار 58 گذاشتن این بود که فقط یک چیز بود، جمهوری اسلامی آری یا نه. این جدل وجود داشت که توی رفراندوم نباید فقط سوال جمهوری اسلامی آری یا نه باشه، بلکه جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک، یعنی انتخاب باشه. امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد، جمهوری اسلامی. اونها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند، اینها خائنانی هستند که در ملت میخواهند اختلاف ایجاد کنند. اونها که میخواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، اونها غرب زدگانی هستند که نمیفهمند چه میگن. کسایی که رفتن رأی دادن و بله گفتن به جمهوری اسلامی، اگه نگاه کنیم به یه سری داکیومنتری‌هایی که از اون زمان وجود داره، میبینی هر کسی به ذم خودش شد یار من، شد یار جمهوری اسلامی، که فکر میکردن که جمهوری اسلامی یعنی این که تمام آزادی‌ها بیاد، اون حیثیت انسانی که دست داده بودیم برمیگرده. من به عنوان یک زن زردشتی به جمهوری اسلامی رأی دادم با آرمان و آرزوی اینی که با وجود اینکه زن هستم و زردشتی هستم، مطابق یک مرد مسلمان از کلیه حقوق و مواهبی که در جمهوری اسلامی به افراد ایرانی داده میشه بهره مند بشم و به سهم خودم بتوانم دین خودم رو به جامعه ادا کنم. در ضمن اینکه من الان مشغول کارهای حقوقی هستم، بتونم کماکان به کارهای خودم فعالتر و بهتر و بیشتر ادامه بدم. من حدود 8 ماه تمام با یه پیرن تابستانی توی زندان بودم. حتی اول برای لباس عوض کردنم اجازه نمیدادن لباس بیاد برامون. من سودا اردوان هستم. تبریز به دنیا اومدم و اونجا بزرگ شدم. زمانی که دیپلم گرفتم بعدش دانشگاه قبول شدم تهران و اومدم تهران برای درس خوندن. چشم تو دلار خاکستر تابستان میهنم ایران من، میهنه زندان من. توی دانشگاه به خصوص بعد از انقلاب یه دوره خیلی خیلی جالبی بود، یعنی فضای باز سیاسی ایجاد شده بود. اونجا دائما بحث بود،
مطالعه بود، کوه رفتن بود، تمام زندگی ما حول و حوش این قضایا بود. ما می‌دیدیم که اینا چجوری همینطور ذره ذره قدم به قدم فشار میارن به بقیه دانشجوها، حق حقوق ما رو میگرفتن و ماها رو وادار میکردن که کارهایی که دوست نداریم انجام بدیم، از جمله این که روسری سر کردن یه طرف قضیه بود برای دخترها. مغازه ها رو مجبور کرده بودن که با حمله کردن به مغازه و تهدید مغازه دارها که افراد بی‌حجاب رو راه ندن، که وقتی خیابون راه میرفتی ساین پشت شیشه که فرد بی‌حجاب ممنوع، ورود فرد بی‌حجاب، زن بی‌حجاب ممنوع. میگم انقلاب هیچ کس فکر نمی‌کرد حکومت اسلامی یعنی این که بعد زنان مثلا کاملا حذف بشن و نتونن وارد مثلا مغازه بشن. خرداد زمانی بود که تظاهرات بزرگ مجاهدین انجام گرفت و به شکل مسلحانه تصمیم گرفته بودن که جلوی رژیم وایسن و درست از همون زمان بود که در واقع رژیم هم شمشیر رو از رو بست و برخوردهای خیلی خیلی خشنی از اون دوران شروع شد. آدمایی که گرفته بودن توی خیابون داشتن با قنداق تفنگ میکوبیدن تو صورت یا رو پاسدارایی که میگرفتن، یعنی هر کسی رو میفهمیدن که نیروی مجاهدین میگرفتن دیگه. اسم من جاوید طهماسبیه. دستگیریاشون خیلی زیاد بود و بعدها هم ما شنیدیم اون شب تا صبح اعدام کرده بودن آدمایی که گرفته بودن و فقط سوال این که سازمان قبول داری یا نداری محاکمه‌های 1 دقیقه‌ای انجام شده بوده. خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه. ساعت تقریبا 11-12 شب بود، زنگ خونه ما رو زدن و هجوم آوردن داخل خونه. بعد مادر خدا بیامرز منم دم در یهو دیدم چشای گریون و اینا دارن منو با لباس تو خونه من تو دارن کشون میبرن. صداشو شنیدم که من بچه‌مو کجا، منم میام. اینم گفتم باشه اینم ورش دار ببر. همینطوری بعد بنده خدا رو سر همین حرف 2 سال تو زندان بود بیچاره. بعد تقریبا فردا بعد از ظهرش بودش، همه رو چشما رو بستن و با دستا رو بسته بودن، یه قطار خیلی بزرگ همینطوری حرکت کردیم. اومدیم سمت پایین، یا گفتن که چشماتون رو ببرید بالا. چشام بردیم بالا و دیدیم که یه سری تو این درخت‌ها دار زدن همینطوری زبوناشون از دهنشون آویزون بالای درخت‌ها دارن میارن پایین. شبی که به خونه ما اومدن تقریبا طرفای ساعت 9-9:30 شب بود. ما طبقه 4 زندگی میکردیم. از طبقه پایین باید زنگ میزدن، کسی زنگ نزده بود. سر شام نشسته بودیم، من خونه پدر مادرم بودم و با پدر و مادرم و خواهرم و پسر 1 سالم. پشت در آپارتمان ضربه‌های شدید به در بود که در رو باز کردیم و پاسدارا ریختن توی خونه. من رو و ریختن تو خونه و گفتن ما آمدیم اینجا و میخوایم، به من رو جدا کردن و گفتن که باید بیای برای اینکه چند تا سوال ازت داریم. چند سالتون شد؟ من اون موقع سال 61 18 سالم بود. اگه روزنامه های مثلا سال 60 رو در نظر به حساب برین نگاه بکنید، میبینید که داره میزنه 30 تا اعدام شده اینجا، 20 تا اونجا اعدام شده، 60 تا اونجا اعدام شده، 50 تا اینجا اعدام شده. هر روز شما خبر اعدام بشین، هر روز این خبر بشه دیگه. یعنی شما
فضای وحشت رو، یعنی مثلا یک فضای وحشت رو تو جامعه به وجود آورد. اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد، پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام دار میزنند و آتش میزنند، تمام بشه قضیه. تو دهه 60 ما اعدام هایی داشتیم که هر شب میبردن 300 تا 400 تا میکشتن اینا. اونم کیا رو میکشتن؟ بچهای جوونی که فقط مثلا طرف هوادار بود، هوادار فلان سازمان، 2 تا اعلامیه خونده، 2 تا کتاب خونده، همین کافی بود براش که بره اعدام بشه. ما میخوایم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. موقعی که کابل میزدن ما رو در زندان کمیته مشترک با آهنگران کویتی پور میزدن. من خاطرم هستش که یه نوحه‌ای بودش محمد نبودی ببینی. این محمد نبودی ریتم داشت، یه جاهایش سکوت بود، سینه میزدن. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت که میخوندن، بعد یه جایی قطع میشد، تق تق تق، فقط صدای سینه میومد. با این صدای سینه کابل میزدن به بچه ها. هیچ دورانی تا کنون شنیع‌تر، وقیح‌تر و خشن‌تر از این دوران، یعنی سال 60، 30 خرداد 60 تا پایان سال 63 متولد نشده در نظام زندان جمهوری اسلامی. این دوران فرمانروایی خون و جنونه. اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان در زندان اوین و دوره فرمانروایی حاج داوود رحمانی در زندان قزل‌حصار و امثالهم در زندان‌های شهرستان‌ها. ما رو بردن پشت بند که دیدیم یه صحنه وحشتناکی. الان بعد از این همه سال برای خود من هنوز یه کابوسه. اینو شما حساب بکنید، فقط میشه اسمشو گذاشت مثلا چی میگم، مثلا تو این چیزایی که میگم مثلا کشتار جمعی، نسل کشی، یه همچین چیزایی اسمشو واقعا باید گذاشت. ما رفتیم و لاجوردی از ما خودش هم اومده اون روز که اینجا رو ما میخوایم کلا باغچه بکنیمش. این قسمه یه ذره واسه خودم هم اشکال نداره که نه راحت باشه. این چیز بغل دیوار کفشای اعدامی ها بودش، مثل کوه رفته و بالا. این کفشا رو که کامیون آوردن که این کفشا رو ما چیز بکنیم بار بزنیم، تقریبا یه 2 روز طول کشید. چند تا خاور چیز شد، کفش بود که کفشا خوش شده بود. بعد یه سری از مثلا خونای خوش شده نمیدونم چیز بودش، اینا یه کفشا هم دو برم دیگه. این مثلا سلول دربسته هستش، تقریبا میشه گفت اون محیط خوب دیده میشه اینجا. تخت 3 طبقه، اشیایی که به دیوار آویزونه و زندگی روزمره بچه‌ها. مثلا فرض کن تو اون دربسته که ما زندگی میکردیم، این اتاق پنجره نداشت ولی یه شیار مانندی بود که از اونجا ما بیرون رو نگاه میکردیم. اینه این شب هست، موقع خوابیدنه، دربسته هست. یعنی خیلی فشرده تر از این بود. من باز توی این نقاشی میشه گفت جاها رو گشادتر نشون دادم، خیلی فشرده تر از این بود. یه جای خیلی کوچیکی بود که اگر
به عرض میخوابید آدم، من نمیتونستم پامو دراز بکنم، یعنی پامو باید بالا میذاشتم، یعنی یه چیزی کمتر از 160 سانتی متر بود. ولی همونجا زندگی میکردیم، مثلا بیشتر از اینکه به جا فکر بکنیم، کم بوده جا، اون فضا بود که اذیت میکرد. هر کس نوبت خودش انتظار میکشید که بازجویی برده بشه، چی بگه، چی کار بکنه. این همشهری شماست، شکوفه است. اون کنار دستیش خودم هستم، اونم شکوفه است. شکوفه توی زندان یکی از دوستای صمیمیه من. نامه هایی که به طور مخفی می نوشتم این هست. ریزنویس، یه سری کاغذهای معمولی، اونجا هم که کاغذ نداشتم کاغذ پرتقال، کاغذی که توش میوه میپیچیدن. از پدر مادرم میپرسم میخواید بدونید ما در چه شرایطی زندگی میکنیم؟ شرایط ما اصلا خوب نیست. سالهاست که در بین این دیوارها جدا از دنیای بیرون به سر میبریم. چه بچه‌های پاکی که در نیمه‌های راه توان تحمل، درک و حل مشکلات و مسائل را از دست دادند و دیوانه شدند. دخترها و پسرهای جوانی که هنوز سالها را در پیش داشتند، که چقدر دوست داشتنی بودند، چقدر زجر کشیدند، دیوانه شدند و یا خودکشی کردند. ما تمام اینها رو در کنار خودمان دیدیم، با آنها زندگی کردیم و در لحظه‌های زجر کشیدن و دیوانه شدنشان حضور داشتیم. در پیش چشمان خود دیدیم که چگونه انسان‌ها ذره ذره از بین می‌رفتند و ناتوانی خود را با تمامی وجودمان لمس. توی مرداد ماه اون چیز رو که بالا زده بودیم، کرکرها رو که بالا زده بودیم، می‌دیدیم که مثلا نیمه‌های شب گاهی کامیون‌های یخچالدار که مثل کامیون‌های حمل گوش بود از پشت یه جایی طرف حسینیه پارک میکنن، آمفی‌تئاتر حسینیه گوهردشت. بعد مثلا ساعت‌ها اونجا مشغول کاری هستن. ما نمی‌دونستیم چه اتفاقی داره میفته. این دوره‌ای بود که مجاهد کشی در حقیقت تو زندان داشت رخ میداد. شیوه اعدام ها میدونید برخلاف سال 60 تیرباران نبود، بلکه دار زدن بود که هیچ کس خبردار نشه. سریت حرف اول کشتار تابستون 67 تا همین لحظه سریت بوده و این یک راز دولتیه. کشتار تابستان 67 یک راز دولتیه. اصلا من گفتم آقا مسلمانی یا مارکسیست؟ آقا برای چی میپرسی اصلا؟ من گفتم تموم شده. ما در تابستون 67 کسانی که این ریل رو طی کردن دسته‌ای هستن که انتخاب کردن آگاهانه، یعنی فهمیدن که دفاع ایدئولوژیک مرگ در انتظارشونه، دفاع کردن. تعدادشون ممکنه زیاد نباشه ولی اینا هستن، همه تو خاورانن. تراژیک بودن کشتار 67 در اینه که تعداد خیلی زیادی اصلا انتخاب نکردن. بعضی بچه‌ها تا زمانی که این طناب دار افتاده به گردنشون اصلا نمی‌دونن ماجرا چیه. خاوران از سال خرداد 60 که احتمالاً تصورشون این بوده که دیگه اعدام ها گسترش پیدا میکنه، یه تصمیم گرفته میشه که زندانی هایی که مسلمان نیستن توی گورستان های مسلمانان دفن نشن. یه تیکه زمین بایر هستش که نه سنگی وجود داره نه چیزی وجود داره، هیچی نیستش، تقریبا هیچ نشانه‌ای وجود نداره و بعضی از خانواده ها میدونن که قبر به اصطلاح عزیزانشون کجا هستش، بعضی از خانواده ها نمیدونن اصلا کجا هستش. یعنی من میدونم که خواهرم زهرا تو خاوران دفن شده ولی به ما هیچ وقت نگفتن کجای خاوران دفن هستش. خیلی از خانواده ها حتی رفتن 2-3 هفته زندان، کمیته مشترک هم برده بودنشون و نگهشون داشته بودن. بارها و بارها بازداشت شدن برای اینکه جلوی رفتن خانواده ها رو به خاوران بگیرن. بنا بودش که
این جا به فراموشی سپرده بشه. گور جمعی در تمام آیین‌ها نشان از زیر گرفتن کرامت انسانیه. حکومت اسلامی در زمانی که فعلا برقرار و پابرجا، یکی از اون مکانها مورد شناسایی واقع شده و همون خاورانه. خیلی هم سعی کردن این سند جنایت رو از بین ببرن، ولی با مقاومتی که مادران در واقع داغ و درفش و همسران درد تا این لحظه از خودشون نشون دادن. هر سال 10 شهریور رو که توافق کردن اونجا جمع میشن، هر سال مراسمی رو برگزار میکنن و نگذاشتن که این سند جنایت از بین بره. و بعد فراموش نکنیم تمامی زندانیانی که سهمیه گورستان خاوران و بقیه گورستان ها شدن زندانیای حکمدار بودن، یعنی زندانیانی بودند که سالهای قبل محکوم به محکومیت‌های چند ساله شده بودن، حکماشون رو گرفته بودن، چه بسا حکماشون به پایان رسیده بود. یعنی این حکومت رفت زندانی حکمداری که خودش حکم داده بود رو دوباره اعدام کرد، اونم نه با محاکمه مجدد. « 4000 انسان سلاخی شدن. تو میای تو خیابون همه آدم ها با تو غریبن. و هر کی تعریف میکنه اینجوری نگاهت میکنه مثل که تو هم مریخ اومدی. اینجوری مثل که تو رو باور نداره. 4-5 هزار تایی ما رو کشتن. و جامعه هیچ همدردی نداره. سکوته، سریته. زمانی که انتخاب کردن برای کشتار بهترین زمان بوده. استراتژیست‌های جمهوری اسلامی بهترین زمان رو انتخاب کردن. سر هر کوچه‌ای بعد از جنگ یه هجله است، نام یک شهید بر یک خیابان. انقدر این جامعه زخم داره و از پایان جنگ خوشحاله، به درد من نمیرسه. شما هم کشتن؟ رو همین تعدادی که تو جنگ کشتن. چی میتونه تو رو آروم کنه؟ شهرام جون، دلم خیلی برات تنگ شده، حتما برام نامه بنویس، عکست رو هم بوس کن بفرست. منم این نامه رو با 10 تا بوس میفرستم. خیلی دوست دارم، مامانت شده. ای عشق فدای بی شکم آمدنت، همسایه و هم رکاب غم آمدنت، در رفتنت آرزوی برگشتی هست، هم رفتنت آبروست هم آمدنت. به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین میکنن؟ سرنوشت هر ملت دست خودشه. مگر اون اشخاصی که در 100 سال پیش از این 80 سال پیش از این بودن میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنن اونها تعیین بکنن؟